نشناسیم، من نرگس نظری هستم، متخصص آفرو در تهران. اومدم پست تند برات بگیرم با لهجه شمالی. البته که من شمالی نیستم ولی خب خواستم لهجه شمالی چون که خیلی شمالی رو دوست دارم، خواستم لهجه شمالی براتون پست بگیرم، همونجوری که تند دارم میبافم، بگم که تقسیم بندی آموزشی برمی‌دارم تا جایی که معلوم میشه، یعنی بافتا معلوم نشه، همونجوری تند میبافم. مشتری من همش با تلفن صحبت میکنه دیگه، مغز من خورد خلاصه. بعد از اینکه اینا رو تقسیم کردم میام با لهجه ترکی براتون اینا رو نصب میکنم. اینا دونه دونه نصب میشه. ببین موهای الیاف درجه 1 ابریشمی از ترکیه وارد میشه، موی وارداتی، موی ایرانی منو کله مشتری نمیزنه، جنسش عالی، مثل موی طبیعی میمونه، خیلی تمیز، یه ماه و نیم براتون میمونه، مود کم حجم باشه، پر حجم باشه، هر چی که باشه من برای تو آفرو میزنم. میتونی بیای تو پیجم نمونه کار رو موی کوتاه، موی بلند، موی کم پشت، موی پرپشت همه رو ببینی. بعد از اینکه دیدی ته کارم ببینی، لایک کن، سیو کن، شیر کن، کامنت بذار. من دیگه رد دادم، من نمیدونم این لهجه که دارم صحبت میکنم کجایی هستش، ترکی، کردی، فارسی، کجایی من نمیدونم. خلاصه که من حمایت بکن تا منم تو رو حمایت بکنم. اومدی پیشم یاد تخفیف ویژه بهت بدم، یه تراپی خفن برات در نظر بگیرم، مشاوره بدم برای پیدا کردن دوست پسرهای پولدار و خوب که بتونی دوست پسر اکس تو برگردونی و این که خیلی راحت این موها رو افشون بکنی، مخ مردم رو بزنی دیگه. من در خدمت شما هستم. خداحافظ.